درست کردن کیک وانیلی ما سفیده رو از زرده جدا میکنیم. باید مواظب باشیم که به هیچ عنوان ذره‌ای از زرده وارد سفیدمون نشه، چون این باعث میشه که سفیده ما خوب فرم نگیره. و اینکه ظرفی رو که ما سفیده رو توش فرم میدیم باید کاملا تمیز باشه و چربی چیزی توش نباشه، چون اینم باعث میشه که سفیده ما خوب فرم نگیره. سفیده رو شروع میکنیم با دور متوسط همزن هم میزنیم تا یک کمی از حالت لختگی در بیاد. یک کمی که کف کرد آروم آروم به صورت بارونی پودر شکر رو بهش اضافه میکنیم. یک مرتبه پودر شکر رو داخل سفیده تخم مرغمون نباید بریزیم، چون این باعث میشه که سفیدمون نتونه خوب فرم بگیره. پس کم کم پودر شکر رو بهش اضافه میکنیم. بعد از اینکه پودر شکر رو کامل به سفیدمون اضافه کردیم، همزن رو دور تند میذاریم و سفیده رو کامل فرم میدیم. خب دوستان، چون من میخوام از این کیک به عنوان کراست چیزکیک استفاده کنم، نیاز به پف زیادی از این کیک ندارم و سفیده رو پس در این صورت لازم نیست خیلی فرم بدم. در حدی فرم میدم که وقتی پره‌های همزنم رو از سفیده خارج میکنم، روی پره‌های همزنم قله های برجسته قرار بگیره، اما این قله ها حالت خمیده داشته باشه. اما اگه شما خواستین که برای خامه کشی از این کیک استفاده کنین، نیاز به پف بیشتری داشتین، باید پره های همزن رو وقتی از داخل سفیده خارج میکنید قله های نوک‌تیزی روی پره های همزنتون ببینین و کاملا نوک‌تیز باشه و حالت خمیده نداشته باشه. در این صورت یعنی این که سفیده شما کامل فرم گرفته. حالا نوبت میرسه به اضافه کردن زرده تخم مرغ‌ها. زرده تخم مرغ‌ها رو دونه دونه به سفیده اضافه میکنیم و هر کدوم رو 30 ثانیه با همزن میزنیم. همراه زرده آخر وانیل رو هم اضافه میکنیم و با همزن میزنیم. حالا ماست و روغن رو هم اضافه میکنیم و در حد مخلوط شدن هم میزنیم. در نهایت آرد و بیکینگ پودری که با هم مخلوط شدن و 3 بار علک کردیم در 3 مرحله به مایمون اضافه میکنیم. مرحله مخلوط کردن آرد با مایمون خیلی مهمه. ما باید لیسک رو در یک جهت حرکت بدیم و اینکه نباید مواد رو بیش از حد هم بزنیم، چون این باعث میشه که پف کیک ما بخوابه. به حرکت دست من موقع مخلوط کردن آرد با مایمون دقت کنید. مواد رو من در یک جهت و به صورت تا زدن هم میزنم که بهش اصطلاحاً فولد کردن میگن. مواد رو در قالبی که از قبل چرب کردیم و کاغذ روغنی انداختیم میریزیم و چند بار روی میز کار میکوبیم تا هوای داخلش خارج بشه و بعد اون رو در فر از قبل گرم شده با دمای 180 درجه به مدت 50 تا 60 دقیقه قرار میدیم. حالا کیک ما آماده است.